سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه دوم آموزش نرم افزار پارسیان. امیدوارم حال دلاتون عالی باشه و از جلسه قبلی نکات مفیدی رو برداشت کرده باشید. بدون هیچ معطلی و بدون هیچ حرف اضافه بریم سراغ جلسه دوم. توی این سری جلسات ما قصد داریم که سرفصل‌های خود نرم افزار پارسیان را دونه دونه جلو بریم و یک سریاشا که منوط به هر حسابداری هست رو توضیح بدیم. به عنوان مثال از خرید و فروش شروع میکنیم که پایه اصلی و بیسیک قسمت خرید و فروش میشه صدور فاکتور ورود و خروج. صدور فاکتور ورود و خروج شامل چندین قسمت میشه که مهمترین قسمتاش فاکتور فروش و فاکتور خرید هست. بعد از اون فاکتور خرید و برگشت از فاکتور خرید و برگشت از فاکتور فروش، این دوتا خیلی کارایی داره در روند امور حسابداری. یک سری موارد دیگه هم مثل موجودی اول دوره که ابتدای دوره زده میشه و حالا اضافات، کسری ها، امانات پرداختنی، امانات دریافتنی، انتقال، پیش فاکتور، فاکتور تولید، فاکتور مصرف، حواله انبار، رسید انبار، حواله تجمیع و همین. اکثر اینها پایه و اصول و بیسیک زدنشون یه جوره، فقط صرفاً اطلاعاتی که وارد میکنید توی قسمت کدینگ جاهای مختلفی میشین. برای مثال ما اول از فاکتور فروش شروع میکنیم که اون بالا دست راست میبینید تعداد فاکتورها نمایش داده میشه و شماره فاکتوری که شما برای اون فاکتور مد نظر دارید وارد میکنید. تاریخ مورد نظرتون رو تایید میکنید، مشتری مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و یا اگر نیاز داشتید که مشتری جدیدی ایجاد کنید از این قسمت بغل انتخاب میکنید و یا با دکمه F1 کارتون سریعتر انجام میدید. مشخصاتتون رو وارد میکنید، کد مورد نیازتون رو اینجا تعیین میکنید و ذخیره رو میزنید. بعد از انجام این امور میایم سراغ ردیف فاکتورمون. ردیفی که براش انتخاب میکنیم هیچ عنوان کالا و یا انباری توش تعبیه نشده. برای این کار سریع انجام بشه نیازه که ما از این پایین روی این آیکون، حالا به اصطلاح چند تا سکه و یه به اضافه کلیک کنیم و یا از کلید میانبر F3 استفاده کنیم. اینجا یه گروه کلی برای انبارمون تعیین میکنیم، به عنوان مثال انبار 1. زیر مجموعه انبارمون حالا شرکت ما خدمات ارائه میده ولی ما میخوایم یک کالا ارائه بدیم و تعریف کنیم. برای تعریف زیر گروه انبارمون وارد انبار میشیم، شیفت اینزرت ها میزنیم تا یک تعریفی برای ما بیاره. عنوان کالا را میزنیم به عنوان مثال پارچه و عنوان لاتین، حالا اگه خواستیم پارچه را به صورت فینگلیش یا کلمه معنیدار انگلیسیش را بنویسید اینجا ذکر میکنید. سایر شناسه ها هم مربوط میشه به شناس خدمات یا کالای سامان مؤدیان که شما اگر بخواید صورت حساب رسمی رد کنید باید اون کد حسابی که از طرف اداره دارایی اعلام شده بابت کالاهای شما را اینجا دونه دونه وارد کنید، واحدهای اصلیتون رو انتخاب کنید، درصد مالیاتتون رو اینجا بزنید که فعلا 9%. بعد عوارض نداره، نوع کالاتون رو اگر از اینها باشه انتخاب میکنید، اگه نباشه سایه رو میزنید و یک سری اطلاعات دیگه که در صورت نیاز وارد میکنید. قسمت های دیگه هم اینجا هست که شما میتونید ازشون استفاده کنید. حالا به عنوان مثال قیمت گذاری که شما اگه کالاتون برای یک سری از اشخاص و یک سری از افرادتون، به عنوان مثال شما بازاریاب دارید میخواین باشون پورسانتی کار کنید، به همکار میخواین بدید، به فروشنده میخواین بدید، اینجا قیمت ها رو تعیین میکنید. بعد قسمت بعدی نقطه سفارش هست که شما اینجا تعیین میکنید که وقتی این کالا به این تعداد از
موجودی در انبارتون رسید بهتون هشدار بده و شما اقدامات لازم رو انجام بدید که اون کالا تهیه بشه و دوباره در انبارتون شارژ بشه. قسمت بعدی مربوط میشه به واحدهای فرعی که شما میان تعیین میکنید یک پارچه‌ای که به عنوان مثال واحد اندازه‌گیریش متر هست، واحد فرعیش رو سانتی متر و حالا یا میلیمتر که بعید بدونم انتخاب میکنید. زیر واحدهای اون واحد اصلیتون رو میتونید اینجا قرار بدید. حالا یک عددی که مشخص باشه این واحد فرعیتون برابر با چقدر از واحد اصلیتون هست و تایید رو میزنید. بعد از قرار دادن اطلاعات داخل انبارتون ثبت رو میزنید. یک سری از گزینه‌های دیگه اینجا هست که مربوط میشه به تصویر کالا و تخفیف پلکانی. اینها تعلق داره به سطح‌های قفلی که شما از پارسیان خریداری میکنید که وقتی بالاترین درجه قفل پارسیان و سطح پارسیان رو خریداری میکنید این دوتا مورد هم براتون فعال میشه. بعد از ثبت کردن کالاتون وارد قسمت فاکتورتون دوباره میشید. پارچه مورد نظرتون رو وارد میکنید، مقدارش به عنوان مثال 10 عدد 10 متر، قیمت واحد 10,000 تومان و برای ثبت کالاتون کنترل اس را میتونید بزنید. یک سری موارد و ابزارها این بالا هست که دونه دونه بهشون میپردازیم. این اولی مربوط میشه به ثبت جدید فاکتور که حالا در ثبت اسناد هم داشتیم. ثبت جدید اسناد بود، اصلاح فاکتور، ثبت فاکتور که شما با کنترل اس هم میتونید این کار رو انجام بدید. حساب فاکتور که شما برای تسویه و طریقه تسویه اون فاکتور میتونید اینجا کاملا درج کنید که به صورت نقدی بوده یا طرف بدهکار شده حسابش ها، چقدر تخفیف میخوایم بهش بدید، از کدوم صندوق بوده، چه مقدار چک داده و حالا برای قسمت چک هم جلوتر پیش میریم که شما چطوری باید چک هاتون رو بزنید که بعداً در روند مالی به مشکل نخورید. از این قسمت که عبور کنیم وارد قسمت کپی ردیف میشیم که شما اگر برای مثال میخواید یک فاکتور بلند بالا رو برای مشتریتون بزنید از این قسمت میتونید استفاده کنید و ردیف هایی که دارید رو در حافظه فاکتور سیو کنید و در مواقع نیاز اونا رو با گزینه کناریش پیست کنید، به قول معروف اجرا کنید. این دوتا علامت هم نشانگر قبلی و بعدی فاکتور هست. شما میتونید به فاکتور قبلیتون یا به فاکتور بعدتون رجوع کنید. قسمت بعدی توضیحات کالا هست که همونجور که میدونید یک سری از کالاها نیاز به توضیحات ریز و مختصری داره که شما میتونید از این عنوان استفاده کنید و اعمالشون کنید. میتونید از این عنوان استفاده کنید و شرحتون رو داخل اون ردیف اعمال کنید. به عنوان مثال ما پارچه‌ای که داریم میزنیم رو میخوایم بنویسیم پارچه حریر دوخت استاد حسین ثبت. قسمت بعدی مربوط میشه به اضافه کردن ستون تعداد واحد فرعی. چه ستونی ها اضافه میکنه؟ در کنار این واحدی که الان اینجا خالی هست یک واحد فرعی به شما نمایش داده میشه که برای دیتیلز و اطلاعات بیشتر فاکتورتون میتونید این رو اضافه کنید و حالا قسمتی که نیاز باشه رو به کارفرما یا مشتریتون گزارش بدید. شرح فاکتور، شرح کلی فاکتور در زیر فاکتور میاد که شما به عنوان مثال میگید این فاکتور به مدت 24 ساعت اعتبار دارد. جای دیگه فاکتور هم میتونید اینو اعمال کنید و این متن ها رو بنویسید و حالا توی قسمت طراحی فاکتور اینو کاملا براتون توضیح دادم.
که خیلی خیلی به کارتون میاد و خیلی از کارفرماها نیاز پیدا میکنن که شما براشون اون فاکتوری که میخواین صادر کنید رو دستساز کنید. ذخیره رو میزنیم میریم سراغ قسمت بعدی که میشه چاپ فاکتور. قسمت بعدی میشه کپی کردن فاکتور در حافظه پارسیان و انتقال دادنش، حالا به عنوان مثال به فاکتور خرید یا فاکتور فروش دیگه، اضافات، مانده اول دوره و حالا هر چیزی که توی قسمت صدور ورود و خروجی که اول بار دیدیم اضافه کرد. قسمت بعدی میشه جستجوی کالا که شما میان توی تمام کالاهایی که ثبت کردین داخل انبارتون اینجا کدینگش رو وارد میکنید یا جستجو میکنید، نام کالا و کد کالا رو براتون نمایش میده. قسمت بعدی مربوط میشه به انتقال فاکتور به فایل و دریافت فاکتور از فایل. این یعنی چی؟ یعنی که شما یک فاکتوری رو به یک قسمت از برنامه‌تون انتقال میدید. به عنوان مثال شما این فاکتور رو انتقال میدید به درایو C و اونجا ذخیره‌اش میکنید. همین فاکتور رو میرید توی سال مالی دیگه از قسمت کناریش وارد اون سال مالی میکنید، در صورتی که همچی چیزی به صورت دستی وجود نداره که شما بخواید از همینجا از این قسمت انتخاب کنید و ببرید توی سال مالی دیگه. نه، امکان پذیر نیست. اینجا هم مربوط میشه به راننده‌ای که حالا قرار براش کرایی زده بشه و یا حواله خروجی زده بشه که مشخص بشه اون راننده چه چیزی رو مسئولیت گردن گرفته و چه چیزی رو قرار ما ازش بخوایم. مورد بعدی که برای خیلی از حسابدارا پیش میاد اینه که چجوری ارزش افزوده‌شون رو اعمال کنن روی فاکتور. الان شما اگر اینجا رفته باشید روی پارچتون 9% ارزش افزوده رو زده باشید، بعد بیان فاکتورتون رو صادر کنید، به هیچ عنوان نمیاد به شما ارزش افزوده روی فاکتورتون اعمال کنید. چرا؟ چون یک سری از گزینه‌ها رو شما فعال نکردید روی سیستمتون. همینطور هم که میبینید فاکتور به صورت رسمی نیست. برای به رسمی در آوردنش کامل بهتون توضیح میدم. برای فعال کردن قسمت ارزش افزوده روی فاکتورتون باید وارد خرید و فروش، قسمت تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده. برای اعمال ارزش افزوده روی فاکتورهای خرید، فروش و حالا صدور فاکتورهای ورود و خروجتون باید بیام داخل قسمت تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده. اینجا میان تیک اول رو فعال میکنیم، تیک دوم باید غیر فعال باشه. چرا؟ چون که میاد اون قسمت جمع ردیف مالیات ارزش افزوده‌تون رو صفر میکنه و براتون دردسرساز میشه. قسمت مالیات ارزش افزوده را درصدی که در اون سال تعبیه شده را وارد میکنید. اینجا مربوط میشه به کدینگ حسابی که شما میخواین قسمت مقدار ارزش افزوده فروش یا خرید یا عوارض فروش و خریدتون اونجا اعمال بشه و ترازی که میگیرید و میخواین گزارش بدید به صورت کاملا جامع اونجا عددها بشینه. ذخیره رو میزنیم و میریم سراغ فاکتور فروشم. وقتی که فاکتور فروشمون رو باز میکنیم میبینید که این قسمت یک آیکونی اضافه شده به عنوان ارزش افزوده. این الان غیر فعال هست. شما باید تیک فعال شدنش رو بزنید، یک سری اینا باز کنید، ثبتش کنید تا براتون فعال بشه. بعد دوباره میان بیرون، یک بار دیگه وارد فاکتورتون میشید. میبینید که اینجا الان 9% ارزش افزوده شما اعمال شده. بعد از اینکه اینجا اعمال شد ما نیاز داریم که فاکتورمون به صورت ارزش افزوده دار و رسمی چاپ بشه. برای این کار نیاز داریم که ما کنترل پی رو بزنیم یا از اون قسمت بالا چاپ رو انتخاب کنیم و از قسمت فرمت چاپ روی این قسمت فلش کلیک میکنیم و از فرمت ها فرمت فاکتور فروش ارزش افزوده رو انتخاب میکنیم. در بعضی از مواقع این فرمت وجود نداره و شما نیازه که دستی اینو وارد کنید.
به عنوان مثال حالا ما اینجا تایید رو میزنیم، پیشنمایش رو میزنیم که فاکتورمون رو نشون بده. کامل اینجا اطلاعات وارد شده، این جمع ردیف ارزش افزوده هم خورده و کامل قید شده. بعد از زدن فاکتور فروشمون میریم سراغ فاکتور خرید که یک سری از نکات هم اونجا گوشزد کنیم. وارد قسمت انتخاب نوع فاکتور میشیم. فاکتور خرید، تایید، شماره فاکتورمون رو تایید میکنیم، تاریخمون رو تایید میکنیم، فروشندمون رو مشخص میکنیم، دوباره آقای محمدی رو ما میزنیم. این آقای محمدی صرفا برای اینکه من حالا میخوام یه توضیح بدم، اما شما باید برای خریدتون برید داخل قسمت حسابهای پرداختنی یک شخص یا طرف حسابتون رو وارد کنید. اینجا شماره‌ای که میبینید مربوط میشه به اون شماره فاکتوری که از طرف مقابلتون دریافت میکنید. به عنوان مثال شما یک فاکتوری از طرف حسابتون خریدید و کالا یا خدماتی رو ازشون دریافت کردید. بالا سر اون فاکتور طبیعتا یک عددی و حالا یک سریالی از شماره فاکتور به شما نمایش داده میشه که شما نیازه و واجبه که شما این شماره فاکتور را وارد کنید. چرا میگم واجبه؟ چون در خیلی از موارد روکش سند دیدم که افراد به اشتباه میان این را چشم پوشی میکنن ازش و خیلی کارشون رو سخت میکنن برای اینکه حالا دنبال یک فاکتوری بگردن بین اون همه حجم از فاکتورها که اگر شما بایگانتون کاملا درست باشه و اینجا شماره سنداتون رو عذرخواهی میکنم شماره فاکتورهاتون رو به ترتیب و دقیق وارد کرده باشین، توی روند روکش اسناد اصلا به مشکل بر نمیخورید و خیلی از تایمتون صرفه جویی میشه. تایید رو میزنید. اینجا به عنوان مثال ما دوباره پارچمون را به همون مقدار خریداری میکنیم و تایید رو میزنیم، ثبتش میکنیم. اینجا دوباره میبینیم که قسمت ارزش افزوده نداره که متاسفانه دلیل نداشتنش اینه که حالا قفل نرم افزار ما ساده هست، نگارش ساده هست و از اگر اشتباه نکنم پیشرفته طراحی فاکتور شروع میشه و از اونجا شما دسترسی دارید به این که حالا اون فرمت ارزش افزوده رو داخل فاکتورهای خریدتون هم اعمال کنید. خیلی خوب، رسیدیم به پایان این جلسه. امیدوارم که نکات خوبی رو دریافت کرده باشید. یک سری از سرتیترهای خود فاکتور خرید رو توضیح ندادم چون تقریبا که چه عرض کنم همش شبیه هم فاکتور فروشه و میتونید یک سری از اول فاکتورهای فروش رو مرور کنید و توضیحاتش رو گوش بدید تا براتون کاملا جا بیفته. ازتون تشکر میکنم که تا اینجای کار من همراهی کردید. ازتون صادقانه خواهش میکنم که برید جلسات را یک بار در کنار دیدن تمرین کنید و حتما ملکه ذهنتون قرار بدید، چرا که اینها وقتی که ملکه ذهن شما قرار میگیره توی روند فعالیتتون داخل شرکت ها به شدت مفیده و نکات ریزی که شما اعمال میکنید در روند ثبت اسناد و حالا مرور حسابداریتون بسیار بسیار مفیده و میتونه بسیار بسیار کمکتون کنه. امیدوارم که همیشه لبتون خندون باشه، جیباتون پر پول باشه و سلامتی به کامتون باشه. تا دیداری دیگه، بدرود.